اگه از گربه نگهداری می‌کنی با این سه تا محصول کاراتو اسمارت کن. توالت هوشمند گربه شیائومی یه اسکر مادون قرمز داره که وقتی اعلیحضرت پیشیان کارشون تموم شد، ژنراتور اکسیژن رو فعال می‌کنه. بوهای نامطبوع خنثی میشن و 96% از باکتری‌ها رو از بین میبره. یه اپ هم داره که سطح آلودگی خاک رو بهتون میگه. شارژ کردن اپ رو هم بهتون یادآوری می‌کنه. ظرف غذای هوشمند شیائومی ساعت و حجم غذا رو مشخص می‌کنید و تمام. اعلیحضرت پیشیان آن تایم وعده غذایشون رو میل می‌کنن. مخزنش هم 5 لیتر جا داره. وقتی هم حجم غذا داخلش کم بشه از طریق اپ بهتون خبر میده. ظرف آب هوشمند بیسیم شیائومی این محصول تمرکزش روی سلامت گربه است. اونم در دو مرحله. در مرحله اول میزان و دفعاتی که پت شما آب میخوره رو ثبت میکنه. حالا به چه کاری میاد؟ در صورت کاهش غیرعادی مصرف آب از طریق اپ بهتون هشدار میده. این یعنی جلوگیری از مشکلاتی مثل کم آبی و عفونت‌های ادراری. در مرحله دوم 4 لایه فیلتر داریم که از آلودگی آب جلوگیری و کیفیت آب مصرفی پت شما رو تضمین کنه و با گرفتن ذرات مضر مانع ایجاد سنگ کلیه میشه که این خیلی مهمه. ظرفیتش 3 لیتر معادل 21 روز آب سالم برای گربه شما. عمر باتریش هم 120 روزه و فقط هم 5 سال طول میشه تا فول شارژ بشه. قیمت رو توی کپشن براتون نوشتم.